بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، تمامی خواهر و برادرانی که بنده را میشنوید و یا میبینید، امروز میخواهم همراه شما درباره خطرناک بودن یک نفر مسلمان را کافر گفتن صحبت کنم. پیش از اینکه به این موضوع داخل شویم، البته اکثریت با خبر هستید که امروزها خیلی زیاد جوانها، علل خصوص جوانها پیدا شدن که اکثریتشان در حقیقت جوان هستند، هنوز 30-35 ساله هم نیستند، اما در برابر کافر گفتن یک نفر مسلمان، حتی علما به هیچ یک ترس و هراس یک نفر را نامش را گرفته یا کافر یا مشرک یا حتی همسر تو طلاق است و چیز دیگر میگویند. و بعضی از شاگردان در این باره پرسیدید که اینها دلیلشون چه است و اینها کی هستند، از کجا اینقدر برای خود اجازه میدهند. پیش از همه این را بدانیم که در اسلام تماما یگان نفر را کافر نمیگوییم. وقتی میگوید این کاملا خطا هست و حتی کفر هم میشود. برای آن که در ما مسلمان ها آره یک نفری کافر را، آنی که در قرآن الله آنها را کافر گفته است، مثل یهودها و یا نصرانی ها و یا فرعون و یا آنهایی که بر علا دشمن دین هستند و دشمن الله و پیامبر هستند، آنها رو وقتی کافر نمیگوید انسان خودش کافر می شود. برای چی؟ برای آنکه او به آیات قرآن تکذیب کرده ایستاده است. وقتی الله میگوید لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، در حقیقت کافر شدن آنهایی که الله سه تا گفتند، سیومین نفر گفتند، و شما میگید نه نصرانی ها کافر نیستن، آنها هم در دین خود مسلمان هستند. اینجا گویا که این آیت رو انکار کرده ایستاده. و یا اینکه یک نفری که بر علا پیامبر را مسخره میکند و یا قرآن را مسخره میکند و یا بر علا میگوید نماز این یک مسخره بازی است، من این کار رو نمیکنم، یا میگه سطر اصلا کار زنی تاجیک نیست، سطر اصلا کار عرب ها هست و آیتی که درباره سطر است این کار میکند، اینها رو بچونه چرا میشود کافر گفت؟ برای اون که به یگان عذر وقتی یک نفر علیه دین دشمنی خود را بیان میکند و اون چیزی که در دین با ضرورت دانسته شده است این کار میکند، آن را مسلمان گفته نمی شود. برای همین در ما در تمام کتاب های فقه می توانید پیدا کنید باب مرتدین را، در کتاب های حدیث هم پیدا کرده می شود. یعنی آنهایی که مسلمان بودند و از دین برگشتند، از دین خود برگشتند و گشته کافر شدند، که حد آنها البته اگر دولت اسلامی باشد قتل می باشد. ولی می بینید که پس از سالهای 1924 دیگر ما یگان کشور مسلمانی که برای مرتدین یا برای زنا حد زند پیدا کرده نمی توانیم. انا اینجا کسایی که میگویند اینجا تماما در اسلام یگان نفر را مسلمان گفتن کافر گفتن نمی شود. اونی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید او مسلمان است، او را هرگز کافر نگوید. این از عقیده اهل سنت و جماعت نیست و این از منهج صحابگان هم نیست. برای اون که همگان میدونیم که حضرت ابوبکر صدیق در زمان خلافت خود وقتی قبیله از عرب ها فقط زکات رو منع کردن و آنها نماز میخواندن و پیامبر ایمان داشتن، فقط گفتن ما زکات رو به پیامبر میدادیم و تو نمیدیم، حضرت ابوبکر به آنها حکم رده یا جنگ علیه مرتدین گفتند و با آنها بجنگیدند. و اینها اولین مسلمان هایی بودند که پس از مرگ پیامبر از دین خود برگشته بودند. و اینجا باید دانست که آره گاهی می شود که مسلمان از دین خود خارج می شود و او دیگر کافر می شود، اما برای این رو دانستن حتما کدام کار را کرد، چگونه کرد، آیا عذر داشت، آیا شرط و شروطی که او را ما میتوانیم کافر بگوییم در او دیده می شود یا نه. یک مسئله خیلی بزرگ است که این کار عالم ها می باشد. هر یک طالب علمی که در یگان جا درس نخوانده است یا اینکه صدای یک دو سه نفری تکفیری رو گوش کرده است برآمده تمام من همه چیز رو خواندم این کافر است آن کافر است گفته نمیتواند. برای اون که یک نفر را ثابت کردن که او در حقیقت از دینش برگشت، برای این باید ما کاری که او کرد تا چه اندازه کفر است و آیا به شرط و شروط کافر بودن متناسب و درست می آید یا نه باید بدانیم. مسئله دیگر، مسئله که خیلی ها در این مسئله خیلی امروز به آسانی یک نفر رو کافر گفته ایستادن. عزیزان ببینید که در ما گشته و برگشته در کتاب های حدیث از بخاری و مسلم شروع کرده تا ابو داود و بیهقی حدیث می آید از پیامبر صلی الله علیه و سلم که پیامبر می گویند یک نفر رو وقتی شما کافر گفتید و او کافر نیست به خود شما برمیگردد، شما خودتون کافر می شوید. این حدیث گشته و برگشته می آید و
عالم هایی که نام به نام آنهایی که همراهشان زندگی کرد این مسلمان با این کارش کافر شد گفتن تقریبا پیدا نمی کنید. خیلی نادر هست در کتاب های حتی خود ابن تیمیه که اکثریت تکفیرها از ایشان دلیل می گیرد، در آن همه کتاب هایشان شاید نام یک دو سه نفر رو پیدا کنید و آن هم بعضیش رو توبهش رو ما شنیدیم و الله قبول کند گفتگی هستند که در این باره هم باز صحبت میکنیم. برای همین اینجا مسئله یک نفر رو کافر گفتن اینقدر مثل آب خوردن آسان نیست که به یک بارگی کی رو خواسته تو کافر گویی. ببینید در ما حدیث در صحیح بخاری هست وقتی حضرت اسامه یک نفری که تمام مسلمان ها رو کشته بود، لباسهایش خونالود بود و در دست شمشیر داشت و وقتی حضرت اسامه رو میبیند و دیگر چاره ندارد میگوید لا اله الا الله محمد رسول الله و حضرت اسامه او رو میکشند که میگن این از ترس گفت وگرنه تا حاضر این همه مسلمان ها رو کشت. اومده به پیامبر خبر میدن که پیامبر الله من و یک انصاری همراه هم بودیم و یک نفری که این همه مسلمان ها رو کشت او رو دستگیر کردیم. وقتی من خواستم او رو بکشم او گفت لا اله الا الله محمد رسول الله و من او رو کشتم برای اینکه از ترس گفت. گشته و برگشته پیامبر میگن اقتلت من قال لا اله الا الله، آیا کسی که لا اله الا الله گفت او رو کشتی؟ آیا او رو کشتی یا اسامه؟ آیا او رو کشتی؟ اسامه میگن پیامبر الله او از ترس گفت، او چاره‌ای نداشت. پیامبر در دوامش میگن قلب او رو تو شکفتی؟ تو قلب او رو دیدی؟ از ترس گفت یا نگفت تو این رو دیدی؟ روز قیامت به الله چی میگویی وقتی که او با لا اله الا الله نزد الله می آید و میگوید من لا اله الا الله گفتم و این نفر مرا کشت؟ ببینید در برابر یک نفر رو کافر گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که هر یک نفر در جای حضرت اسامه باشد هم میفهمید که این انسان از ترس این رو گفته ایستاده است، ولی پیامبر گفتن باز هم باید احتیاط میکردی و تو روز قیامت چی میگویی به الله؟ با لا اله الا الله آن انسان گفته تو چی میکنی؟ و اسامه میگوین حدیث در بخاری هست که میگوین من اینقدر پیامبر در آنجا به من سختگیری کردن، اینقدر زجرم کردن که آرزو کردم که من هنوز مسلمان نشده باشم و الان مسلمان شوم که اسلام تمام گناه ها را میبخشد. باز حدیث دیگر است، حدیث در ابو داود است، پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر میدهند که در بنی اسرائیل دو برادر بودند. یک برادر همیشه به گناه مشغول بود، برادر دیگر همیشه در طاعت و اطاعت پروردگار. و هر روز این برادری که برادری نکوکار و صالح بود اون برادر گناهگار رو دعوت میکرد و اون نصیحت میکرد. باز یک روز دیگر از خواب میخیزد میبیند که برادرش به گناه مشغول است. او میگوید دیگر بس کن، دیگر از الله بترس. اون برادر میگوید تو به من چی کار داری؟ مرا به حالم گذار، مرا به پروردگارم گذار. آیا الله تو رو به نزد من موکل فرستاد؟ آیا تو باید همیشه از پای من باشی که من چیکار میکنم چیکار نه، که هر روز به من میآیی و نصیحت میکنی؟ این سخن رو شنیده آن برادری که نکوکار بود صالح بود میگوید والله الله تو را نمیبخشد، یا اینکه والله تو داخل جنت نمیشوی. هر دو لفظ هم در حدیث آمدگی هست. بعد از این پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن این دو نفر وفات میکنند، الله هر دو رو جیغ میزند. و برادری که به برادر گناهگارش گفته بود که الله تو رو هرگز نمیبخشد، الله تو رو داخل جنت نمیکند، الله میگوید اکنت بی عالما، تو بخبر بودی از من؟ یعنی تو میدونست که من او رو میبخشم یا نمیبخشم، یا داخل جنتم میکنم یا نه؟ او علی ما فی یدی قادرن، یا اینکه اون چه که در دست من تو قادر بودی که تو از من پیشتر به او حکم کردی که تو داخل دوزخ میشوی. این رو به دوزخ ببرید و اینکه زبان درازی کرد از من پیشتر حکم کرد، این دیگری رو به رحمت من داخل جنت ببرید و او رو میگویند ادخل، و او میگوید ادخل جنتی به رحمتی، به جنتی من به رحمتم داخل شد. عزیزان یک نفر رو تو کافری گفتن، تو رو الله نمیبخشد گفتن، تو در دوزخ میمونی گفتن، این کار پروردگار است، این کار شما نیست. ببینید در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یک انسان به خاطر اون که به برادرش که شب و روز گناه میکرد و حتی مسخره کرده گفت چی الله تو رو به من فرشته یا
موکل فرستاد گفت تو رو الله نمیبخشد. الله تمام گناهایی که اون انسان کرده بود او رو بخشید و اما این انسانی که تمام عمرش در نصیحت و نکوکاری بود به خاطر اون که از الله پیشتر حکم کرد گفت تو داخل دوزخ میشوی، برای اون که تو حق نداری از من پیشتر حکم کنی، تو کی هستی که بنده های مرا حکم میکنی. اور مسئله یک کافر اصلی رو، اونی که شما به یگان شبهه دیدید کافر گفتن، یهود، نصرانی، فرعون، این مسئله دیگر است. به این مسئله همه اتفاقند. اما یک مسلمانی که یک کار کفر رو کرد یا گفت، ما میدونیم که یک عمل کفر بودنش چیزی دیگر، کسی که اون رو کرد اون رو کافر گفتن چیزی دیگر هست. ببینید در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نجاشی در حبشه بودند، مسلمان بودند اما اسلام رو اعلان نکردند، مردم رو از روی اسلام حکم نکردند، پیامبر نگفتند که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، نجاشی کافر است نگفتند. صلوا علی اخیکم گفتند. اولین نمازی بود که نماز غایب بود، پیامبر نماز خواندند. چون نجاشی عاجز بودند، اگرچه خودشان مسلمان بودند اما حکم الله رو نتوانستند در کشورشان ببرند یا اینکه از روی حکم الله حکم کنند. وقتی عمار ابن یاسر، حدیث در صحیح بخاری است، در تفسیرم خوانده میتوانید دربارش، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، وقتی از روی مجبوری که دیگر چاره نداشت پیامبر رو تکذیب میکند، دروغگو میگوید، دشنام میکند، آیت نازل میشود که نه عمار تو کافر نشدی، اگرچه کلمه کفر رو به زبان آوردی برای اون که تو عذر داشتی. در ما حدیث در صحیح مسلم است، الله خرسند است از بنده که بعد از شترش را گم کردن، از خرسندی ناخودآگاه میگوید الله هم تو بنده من هستی و من خدای تو هستم. چون او از روی خطا این رو گفت، الله او رو میبخشد، در حالی که این کلمه کفر است. چند بیشمار در این مسئله ما میتوانیم حدیث بیاوریم ولی وقت کمی میکند و من هم نمیخواهم زیادی در این باره صحبت کنم. پیش از اینکه یک نفر رو کافر گفتیم، در ما شروط و ضوابط تکفیر است. یعنی معنیش این است که آیا این انسان این کاری که کفر است گفت یا کرد قصداً کرد یا از روی تعویل کرد، یعنی اجتهاد کرد، کوشش کرد، چگونه که در زمان حضرت امام احمد حنبل وقتی اهل جهم قرآن رو مخلوق میگفتند و میگفتند کسی که این رو نمیگوید او مشرک است. امام احمد یگان نفر از نبیرگان و فرزندان هارون الرشید رو تکفیر نکردند، در حالی که سخنی که آنها گفتند و حتی حکم کرده بودند کفر بود، برای اینکه آنها به تعویل داخل شده بودند. گفته بودند اگر قرآن رو ما صفت الله گوییم مردم این رو هم در زمین میپرستند و یعنی به شرک داخل میشوند. با اینکه به تعویل با یک اجتهاد خطا به این کار کفر و کلمه کفر دست زده بودند، امام احمد حنبل آنها رو تکفیر نکرده بودند. و حتی خوارجی که حضرت علی رو کافر گفته بودند و درباره‌شان هم باید صحبت کنیم که اولین کافر گوینده های مسلمان ها خوارج هستند که حضرت علی رو تکفیر کردند و حضرت معاویه رو. حضرت علی آنها رو یگان تاش رو کافر نگفتند، برای اینکه اگرچه آنها کلماتشان کفر بود، کارهایشان کفر بود، حلال میدونستند خون یک مسلمان رو که این کفر است به اتفاق علما، اما از روی اجتهادهای خطاشان، از روی تعویل ها، از روی بعضی عذرهای دیگرشان این رو میکردند و حضرت علی یگان توی از آنها رو حکم کفر نمانده بودند. برای همین مسئله یک نفر مسلمان رو کافر گفتن مسئله خیلی جدی هست. یک تمام عبادت های ما برملا نشود. علمایی هستند که میگویند برای من 50 نفر مسلمانی که در کفر آمیخته هست مسلمان گفتنم بهتر است از اینکه یک مسلمان رو کافر گویم، برای اون که گشته و برگشته حدیث است که کافر نبود تو کافرش گفتی تو کافر هستی. این مسئله عادی نیست. و امام ابن حجر اسقلانی در فتح الباری در شرح همین حدیث در باب ایمان بود خطا نکنم میگویند اونهایی که یک نفر رو کافر میگویند او کافر نیست، شاید پیش از مرگشان خودشان کافر بمیرند، چون پیامبر گفتن خودت کافر میشوی. شاید اینکه گناه یک نفر را کافر گفتن که از کشتن بدتر است و گردن آنها میریزد و به این مسئله باید خیلی احتیاط شد. و چیزی دیگر این است که آیا الله شما را، یعنی تو فلان مسلمان رو عیبش رو کو و به او حکمان گویان برای شما الله امر کرده است؟ یعنی ببینید که یک مسلمان علل خصوص در زمان حاضر که ما یگان خلافت اسلامی نداریم، همه پراکنده هستیم، در هر کجا هستیم، آیا به گردن ما فرض است که گویم فلان مسلمان رو من عیبش رو پیدا میکنم و تکفیرش میکنم برای اینکه الله به من این رو امر کرده است؟
در کجا کدام عالم به این کار مشغول بود که امروز یک چند حتی طالب علم نیستند، یک چند بیسوادها برآمدن کارشان تکفیر کردن این و آن است. به قرآن دست بزن، به تفسیر دست بزن، به آیتی که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، تفسیرش را از ابن کثیر خوان، از قرطبی بخوان، از دیگر کتاب ها بخوان، میبینی که علما در این باره چی گفتن و چی میگویند. اما درباره اینکه اکثریت بالای این آیت صحبت میکنند و اینچنین درباره کلمه طاغوت زیاد صحبت میکنند، درباره موالات با کافرها صحبت میکنند، در این موضوع ها هم ان شاء الله یک به یک کوتاه همراهتان صحبت میکنم. اگر سوال در این موضوع داشته باشید، فقط بدون هیچ تحقیر و هیچ یک دشنامه میتوانید در زیرنویس بنویسید. به قدر استطاعت در جواب هستم، اما هر کامنت یا هر یک زیرنویسی که با تحقیر یا مسخره یا چیز دیگری هست کور می شود یا اینکه از آنجا مسح می شود و به اون هیچ جواب داده نمی شود. در پناه الله یگانه باشید. امیدوار هستم که برای به گناه غوطه نزدن بعضی خواهر و برادرها با این نوار یک سهم خود را گذاشتم. پروردگار از ما قبول کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.